ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پروردگارت فرمان داده است که ای انسان جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، یعنی علال خصوص در سن پیران سالیشان. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسند، به آنان اوف مگو و به سر آنها فریاد مزن و با احترام به آنان سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در برابرشان از روی مهربانی بازوی خاکساری را پست کن، یعنی نه از روی ترس و نه از برای امیدواری آنها، و بگو ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند بر آنها رحمت آور، یعنی هم در حیات و هم بعد از حیاتشان.